به نام خدا، من در اشنوی هستم، استان آذربایجان غربی، در کنار یک ژنوتیپ برتر و به نام سوپر استار هستم. چرا ما اصطلاح سوپر استار رو به کار می‌بریم؟ ببینید درخت‌های سوپر استار به درخت‌های اطلاق میشه که بعد از سرمای بهاره میوه میدن، یعنی در واقع کشاورز رو بیمه میکنه، ترسی از سرمای بهاره کشاورز نخواهد داشت. دیرگلده، این درخت جزو درخت فوق العاده استثنایی که هم دیرگلده داره و هم بعد از سرمای بهاره میوه و فوق العاده پربار هست. حالا محاسبه پرباری چجوری در نظر گرفته میشه؟ نگاه کنید، این درخت مثلا توی 1 متر مربعش 50 تا میوه 17 گرمی رو تشکیل میده. نگاه کن سایز میوه‌ش هم خیلی درشته. خب 50 تا 17 گرم میشه 850 گرم. خب حالا در مقایسه با چندلری که انقدر تبلیغات کاذب روش شده، چندلر تو 1 متر مربع سطح درخت از 13 تا 17 تا میوه 10 تا 12 گرمی تشکیل میده. ما اگه حتی فرض کنیم که 20 تا هم تشکیل بده، نهایت میشه 200 گرم که در مقایسه با این 850 گرم، یعنی که این 4 برابر اون عملکرد بیشتری خواهد داشت و با توجه به سایز میوه‌اش درشته و 60% مغزونه، قطعاً این درخت 4 برابر ما تولید بیشتری خواهیم داشت و حداقل 2 برابر ما میتونیم سودآوری بیشتری داشته باشیم که در نهایت میشه 8 برابر توجیه اقتصادی بیشتر. ما مثلا حداقل در نظر میگیریم میشه 6 برابر توجیه اقتصادی. این رقم نسبت به چندلر بیشتره. نگاه کنید در کلیه سطوح درخت هم این درخت به یه نسبت میوه تشکیل شده. ما نیومدیم بگیم آقا مثلا این درخت فیلم بگیریم از یه قسمتش. در کلیه سطوح درخت به یه نسبت میوه تشکیل شده. نگاه کنید این درخت به خاطر سنگینی با به صورت مجموع در آمده. این درخت دوست عزیزم این برام بگیرم. نگاه کنیم حالا زیر برگاست، وگرنه واقعا این درخت پرباره. واقعا این درخت فوق العاده استثنایی و ارزشمندیه. تاریخ نمی؟ تاریخ رو ولش کنه، گذشت.